چیکار میکنی؟ بیا تو در ببن. چی می‌نویسی؟ نامه. برای کی؟ اگه بگم به هیچ کس نمیگی حتما برای خدا. برای خدا چطوری؟ نامه می‌نویسم، تم میزنم، میبرم اونجا جاده اسفالت، بعد اونجا صندوق پست هست میندازم تو صندوق پست، اون وقت میره پیش خدا. توی نامه میخوای چی بنویسی؟ سلام خدا، اسم من محسنه، خواهرم اسمش مریم است، مادر ما مریض است، حالش خیلی بد است. مادرم باید به بیمارستان برود تا دکترها حال او را خوب کنند، اما خیلی پول زیاد میخواهد. پدرم به شهر دور رفته تا شاید بتواند از آنجا پول زیاد بیاورد، ولی اگر نتواند خیلی پول بیاورد مادرم حالش خوب نمی شود. همسایه‌ها و مارجان و همه می گفتند که خدا همه کارها را می تواند درست کند و همیشه خدا مریضا را خوب می کند. حالا من و معصومه برای شما نامه می نویسیم تا شما نامه ما را بخوانید و بیایید مادر ما را به بیمارستان ببرید. شما خیلی مهربان هستید، شما بچه ها را خیلی دوست دارید، ما هم شما را خیلی دوست داریم. اگر مادر ما را ببرید و در بیمارستان خوب کنید ما بیشتر شما را دوست داریم. بعد از شما میایید من و معصومه خیلی ناراحت میشویم و گریه میکنیم و غصه میخوریم. من و معصومه غیر از شما هیچ کس را نمیشناسیم که به ما کمک کند. من و معصومه هر روز میاییم سر جاده روستای نرگسان و منتظر میمانیم تا شما کسی را بفرستید با ماشین بیاید و مادر ما را به بیمارستان ببرید. میگوید نامه من و معصومه برای شما.